و حالا رده بندی وزن 79 کیلوگرم. فرزاد صفی جهانشاهی دلاوری از خطه کرمان شهر سیرجان موفق شده به این دوره از رقابت‌ها به دیدار رده بندی راه پیدا کنه و بعد از اینکه به کشتیگیر روس باخت و کشتیگیر روس تونست فینالیست بشه، شانس مجدد پیدا کرد فرزاد و با شکست دادن حریفای قزاق و اوکراینی خودش تونست به رده بندی راه پیدا کنه و حالا با کشتیگیر آذربایجانی روی دوشک برای مدال برنز تلاش میکنه. فرزاد با علی تکاکایوف درگیره، کشتیگیر آذربایجان رو با دوبنده آبی میبینیم و جهانشاهی با دوبنده قرمز همچنان در سرشاخن سعی میکنن برای زیرگیری کارو آماده کنن. فرزاد خیلی زیرگیر قدریه، طبق کشتی‌هایی که قبلا ازش دیدیم و بازی‌هایی که قبلا انجام داده توی زیرگیری و خصوصا ضد حمله فوق‌العاده عمل میکنه و میتونه حریف خودشو به نابودی بکشه. هنوز درگیرن و بعد از 1 دقیقه کسی نتونسته امتیازی بگیره. جهانشاهی با تکنیکای ایرانی و زیرگیری‌های قدر ایرانی خود این جنگه برای مدال برنز. یه لحظه زیرگیری میخواد بکنه کشتیگیر آذربایجانی که ضد حمله رو میخوره از فرزاد و سعی میکنه فرزاد پای حریف از تشک خارج کنه و همین اتفاق میفته. حالا ببینیم امتیاز رو به کی میدن. پای کشتیگیر ما اول از تشک خارج شده و پای آذری کامل از دوشک خارج نشده بود. انگار مربیای ما میخوان تقاضای چالش کنن ولی خب اول کشتی بهتره که مربی‌ها از این فرصتشون استفاده نکنن. واقعا هم باید برای تقاضای چالش مطمئن باشیم و اینم باید در نظر بگیریم که اگه الان تقاضای چالش بده، اگه اشتباه باشه ضمن اینکه یه امتیاز از دست میدیم هیچ، تا آخر بازی هم دیگه نمیتونیم تقاضای چالش انجام بدیم، مگر اینکه کامل دیده باشن مربیان ایرانو بخوان سر همین چالش بدن. کشتیگیر ما که کار قشنگی از باشگاه فرهنگی ورزشی گلگهر سیرجان، امیدواریم که بقیه باشگاه‌های کشورم مثل ذوب‌آهن مثل سپاهان بیان و مثل گلگهر سیرجان توی عرصه‌هایی که کشور ایران خیلی قدره و میتونه و زیربناهاشو داره سرمایه گذاری کنن و چنین ورزشکارهای خوبی رو حمایت کنن و بفرستن برای المپیک و ورزش‌های جهانی و این طرف و اون طرف. واقعا یه باشگاه باید هم به فوتبال برسه هم به رشته‌های دیگه. این باشگاه‌های دولتی نباید همه پول خرج فوتبال کنن و باید به بقیه ورزش‌های المپیکی هم نظر داشته باشن و بخشی از پول صرف این ورزش‌ها کنن که واقعا ما میتونیم توی این ورزش‌ها خوش بدرخشیم و مدال آفرین باشیم. باید واقعا قانونی توسط مجلس محترم و بقیه قسمت‌های مسئول انجام بشه که پولا درست سر جاشو به وقتش خرج بشه که بتونیم بهترین ها رو ببینیم در عرصه ورزش و ورزشکاران کشورمون. و جالب اینجاست حواله ماشین هم به فوتبالیستا دادن و به بقیه ورزش ها و خصوصا کشتی که اینقدر بازیکنان خوبی داریم هیچ پاداشی داده نشده. خب بحث حوالش هم نیست، توقعی ندارن، برای وطن می جنگن، ولی بالاخره باید یه تشویقی باشه دیگه. همه از اینا نباید بره تو جیب و توی عرصه فوتبال. منتظر نتیجه چالنجیم و بله چالنج هم پذیرفته نشده. یه امتیاز دادم به کشتیگیر آذربایجانی و تا آخر مسابقه هم دیگه فرصت چالنجی نخواهیم داشت. اول کشتی واقعا خیلی باید مربی دقت کرده باشه که اطمینان داشته باشه و چالنج بده. وقتی کشتیگیر ما داشت حریفشو خارج میکرد، حریف خودشو خالی کرد و پای جهانشاهی دوتاش بیرون رفته بود و پای کشتیگیر آذربایجانی فقط یکیش بیرون رفته بود. برای زیرگیری اقدام میکنه کشتیگیر آذربایجانی، کشتیگیر ما خودشو آزاد میکنه میره برای اینکه خیمه بزنه روشو ضد حمله بزنه بهش که کشتیگیر آذری از دوشک خارج میشه و 1 امتیاز به کشتیگیر ایرانی میدن. بله 2-1 بازی در ضد حمله. 1 دقیقه سربند دوپی و زد و ولی خب کشتیگیر
آذربایجانی از تشک خارج شد. حالا سرگردن مهار میکنه، شرایط میخواد صفی جهانشاهی برای زیرگیری به اجرا بذاره. 2-1 عقبه و بله میخواد زیرگیری کنه و نمیتونه. کشتیگیر آذری ضد حمله میزنه و بله میخوره، میره پشت جهانشاهی و حالا روی زمین پاهای جهانشاهی رو گرفته. جهانشاهی خودش صفر نگه داشته. 2 امتیاز فعلا به خاطر اینکه پشت حریفو گرفته. تکوکایوف و بازی 4-1 شده. حالا جهانشاهی کف زمین خوابیده، میخواد فیتیل بارانداز بزنه که کشتی سر پا میشه. تکوکایوف 4-1 مثل برق و باد توی ضد حمله به پا رسید و توی زیرگیری میتونه اونم خیلی خوب عمل کنه. تکوکایوف از ناحیه صورت هم انگار دچار جراحت شده، پزشک میاد صورتش یه مقدار بازبینی کنه و میبینیم که جهانشاهی اومد زیرگیری کنه، یه ضد حمله خورد و اینطوری پای کشتیگیر ما رو گرفت، زیر کشتیگیر ما رو گرفت. بله ضد حمله باید حواست باشه که زیر ندی، اولا حواست به مچ پا باشه و بتونی همزمانم اگه عقب کشیدی حمله کنی و نذاری حریفت کاری از پیش ببره. و رفلکس و انفجار بدنی بالایی هم میخواد و باید کشتیگیر اینا رو داشته باشه که بتونه خوب از پس کار بر بیاد. و ادامه کار رو میبینیم. 4-1 درگیرن. تکوکایوف سعی میکنه به دنبال زیرگیریه، دستاش به خوبی کار میکنه، بازم میخواد زیر رو بگیره. کشتیگیر ما جهانشاهی میخواد قوس کنه حریفشو، کم نیاورده خدایی. فرزاد توی کار کردن با دستا. حالا داره جهانشاهی ها خارج میخواد بکنه از تشک و بله یه امتیاز دیگه میگیره تکوکایوف. امتیاز داده نمیشه، اینطوری از تشک خارج کردن امتیازی نداره و تکوکایوف امتیازی نمیگیره. در دیدار رده بندی فعلا سرشاخن. در امتیازات تیمی هم امریکایی‌ها همچنان از ما پیش هستن و تیم ایران دومه. حالا استراحت منتظر میمونیم تا از مربیان خودشون کوچ بگیرن و یه مقدار استراحت کنن تا بقیه 30 ثانیه رو ببینیم. 30 ثانیه تمام میشه و داور وسط کشتیگیران رو به پشک فرا میخونه. کشتیگیر چهارم در این مسابقات 10 امتیاز میگیره، کشتیگیر سوم 15 امتیاز، کشتیگیر دوم 20 امتیاز و کشتیگیر اول 25 امتیاز میگیره. امتیازها رو تغییر دادن و حالا خیلی بهتر شده و جذابتر شده کار، چون قبلا 10 امتیازی بود نفر اول، نفر دوم 9 امتیاز و این یه ذره کارو غیر منطقی میکرد. و حالا بازی شروع میشه. ادامه کار، سرشاخی. بله پای جهانشاهی گرفته زیرگیری کرده. کشتیگیر ما سعی میکنه زیرگیری کنه که متاسفانه کشتیگیر آذربایجانی زیر فرزاد رو میگیره و حالا سعی داره تعادلش به هم نخوره. جهانشاهی میخواد صفی جهانشاهی خاک کنه و بله خاک هم میکنه. 2 امتیاز دیگه میگیره و بازی 6-1. کشتیگیر ما رو اسیر تکنیکای ناب زیرگیری خودش کرده، واقعا تخصص داره و خوب کار میکنه. کشتیگیر آذری بدن بیداری داره و سرحال و قبرا. جهانشاهی هم یه کشتیگیر زیرگیر هست ولی خب کار کرده کشتیگیر آذربایجانی و پشت زیرگیری جهانشاهی یه ضد حمله زیرگیری میزنه و میتونه کارو در بیاره. و حالا درگیرن سرسختانه. کشتیگیر ما برای زیرگیری هی اقدام میکنه و به پا نمیرسه. تکوکایوف از آذربایجان 6-1 پیش هست. جهانشاهی وای چه زیری میخواست بگیره و نمیتونه به پا برسه و در تلاشه. جهانشاهی ما تجربه یه مقدار کم داره، میدون کم دیده و باید بیشتر مسابقه بده که بتونه آماده تر روی تشک حاضر بشه تا اینکه بتونه رمز و راز کشتی گرفتن با کشتیگیرهای توانمند و یاد بگیره و با تجربه بشه. به دنبال کار کردن دسترا سعی میکنه زیرگیری رو به اجرا بذاره و هر بار اراده کرده به پا رسید، ضد حمله رو خورد و علی تکوکایوف زیرش رو گرفت و حالا دوباره میره برای خاک کردن فرزاد. بله مچ پا رو در اختیار داره و این سری اجازه کار رو نداد جهانشاهی و نتونست امتیاز بگیره. ولی خب جهانشاهی از تشک خارج میکنه و یه امتیاز میگیره.
جهانشاهی هم واقعا داره تلاش میکنه، ولی خب حریف از اون آماده تره و نمیشه کاریش کرد. بازم زیرگیری و نمیشه، به پا نمیرسه. واقعا آماده تر کشتیگیر آذربایجان، تکنیک های بیشتری بلده و باز هم کشتیگیر ما از دوشک خارج میشه و یه امتیاز دیگه برای تکوکایوف. ولی قبلش داور سود زده بود و امتیازی به کشتیگیر آذربایجانی داده نمیشه و اینجا اگه کشتیگیر ما ببازه و پنجم بشه 10 امتیاز کسب میکنه. و حالا اینجا رئیس دوشک داور و بازی رو میخواد برای اون یه امتیازی که به کشتیگیر آذربایجانی ندادن و شاید یه اخطارم به کشتیگیر ما بدن. 6 امتیازم کشتیگیر آذربایجانی پیش است که کار سختی در پیشه و فرزاد جلوی یه کشتیگیر سرحال آماده و تکنیکی قرار گرفته. یه 2 امتیاز دیگه میدم به کشتیگیر آذربایجانی و نظرش این بود که خاک کرده جهانشاهی و بازی 9-1 میشه که اینم فرقی نمیکنه به حال ما، چون ما خیلی اختلاف ما عقبه، خیلی اختلاف داریم و عقبیم، چه حالا 5 امتیاز اختلاف داشته باشیم چه 8 امتیاز اختلاف و نفس این کشتیگیر نمیباره. با اینکه 8 امتیاز پیش هست باز هم زیرگیری میخواد بکنه و امتیاز بیشتری بگیره. جهانشاهی هم میخواد زیرگیری کنه ولی ناموفقه و نمیتونه زیرگیری ها رو انجام میده جهانشاهی، ولی گارد حریف رو نمیتونه باز کنه و بله کشتیگیر آذربایجانی میره برای پیچ کمر و کار تموم میکنه. بازی 11-1 میشه و موفق میشه کشتیگیر ما رو در ثانیه های آخر بازی با اختلاف 10 امتیاز شکست بده و مسابقه و بازی هم همینه دیگه، یه روی سکه برده و یه روی سکه باخت که این سری نشد پیروز بشیم، ولی امیدواریم که فرزاد صفی جهانشاهی بتونه در مسابقات بعدی مدال آفرین باشه و بهتر و بهتر پیش بره برای کشورمون، بتونه مدالای رنگارنگی بیاره. خسته نباشید بهت میگیم دلاور، خدا قوت، به امید روزای بهترت.